علی او تو میپذیری، قبول میکنی؟ قطعا نمیکنی. کاشکی. لیکن این مردم از هر طرف مانده، امام هم تاول نمیگیره شاله. چرا؟ یا وصیت امام قبول کرده یا مخالفتش کرده. وصیت امام چیست؟ اذا صح الحديث فهو، با هیچ کس جایز نیست که سری قول ما فتوا بده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه تا وقتی که معلوم نکرده که از کجا گرفتیم، از کتاب الله و سنت رسول الله گرفتیم یا نگرفتیم. خو یا نه وصیت عالم خود گرفتن عمل کردن و نه دستورات کتاب الله و سنت رسول الله را. بس دیگه چقدر خوب میگه. تو که از پیش پرسان میکنی چی میگی؟ رفع الیدین است یا نه؟ ده حدیثا خو هست، خود مذهبی ما نیست. خود حدیثا خو هست، مذهبی تو نیست. یعنی هر چیزی که در مذهب تو نیست بالکل ناجایز است. کننده و فاعل از او قابل لط کردن و کشیدن از مسجد است. امیر رقم است. به این مولوی سیبا کم کم بگو چرا اینقدر رای ضد گرفته؟ کلگی یک رقم است، تو علی رفع الیدین میکنی، کلگی یک رقم است. بسیار خوب، امی فیصله را ما و شما میکنیم همینجا. قید تو قبول داره مولوی صاحب، صحیح است میگم که در هر جای هر عمل بود خلافش نشوه. صحیح است؟ کل مسلمانای دنیا که در عربستان میاد در مکه مکرمه یکیش مخالفت عملی اجاره نکنه. اول هم تو اونجا مخالفت میکنی یا موافقت میکنی؟ راستی تا بگو. مرکز اسلام است، مرکز وحدت اسلام است، نمایندگی از کل اسلام میکنه. تو اونجا خیر میتور باش. لیکن بیبی که وا چقدر حوصله داره، وا چقدر معلومات از دین داره، بر رأی تو احترام میگذاره، تو را بد نمیگه، تو را نمیکشه، وگرنه بگو که یکی تو آمده نمیتونه ده حج، بلکه اعزاز تو را میکنه. تو همین قدر برداشت کرده نمیتونی؟ یک کسی اینجا آمین به زور بگوید. اونجا خود میگی که 4 مذهب حق است و اونجا احترام برای دیگه نداری، لط میکنیش، از مسجد میکشی، گپای دروغ میگی. تعجب خدایی علماست که میگه رفع الیدین منسوخ شده. و بدبخت تو عالم حنفی را بیبی که چقدر سریزی بحث کرده. خود یا عالم حنفی از یک امام تحوی رحمت الله علیه گپ صادر شده، پس آن علمای احناف کلش درش رد کرده که موضوع نسخ قطعا وجود نداره. نسخ برای خود تاریخ قبول داره، تاریخ هم میخواه، ناسخ هم میخواه که او پشتی سر باشه، منسوخ پیش باشه. عجیب است. بازم مردم فریب میدن که منسوخ است، منسوخ است. نگوی منسوخ است. سری منسوخ عمل کردن یک عاقل پیدا نمیشه که یک عاقل برش بگه که خو ملا صاحب سری منسوخ عمل کردن جایز است یا ناجایز؟ یک چیزی که منسوخ شده با سرش عمل جایز است یا نه؟ ملا صاحب پدرش گفته نمیتونه که جایز است، مجبور است که علی بگه که ناجایز است. بگو که وقتی سری منسوخ عمل ناجایز است، این 3 امام دیگه، احمد ابن حنبل، امام شافعی، مالک رحمت الله علیهم، یا کلش عمل به ناجایز میکنه؟ شما اینقدر دلایل یاد نداری؟ مولا را بگیره برش بشینه بگو سند نوشته که بگو که منسوخ است، سری منسوخ عمل جایز است یا نیست؟ خیلی دیگه امامای دین کلش سری منسوخ عمل میکنه، یک تو میفهمی. لیکن الله رحم بکنه. این اختلافات است. قرآن درس میده بنی اسرائیل نعمت الله برش داد، 6 نعمت بر ما نعمت الله داده. خب نعمت را داده، حکمت داده، کتاب داده. الله تبارک و تعالی نبوت آخری اومد گردانیده که خیر امت اخرجت للناس هستی، برتری و فضلناهم علی العالمین بر ما داده. دیگه رزق طیبات، انواع چیزا را، این اسباب آسایش مکمل بر ما برابر است. خیر نزاع ما در کجاست؟ چرا نزاع کنیم؟ همه چیز موجود است. بیایی شریعت ما، دین ما واضح دلایل داره، پشت دلایل میریم. دلایل که قطعی هر کس روشن و واضح بود قطعی موضوع همکار، خلاص اختلاف از کجا پیدا شود؟ ثم جعلناک علی شریعت من الامر. قرآن از خاطر میگه بعد از او گردانیدم تو را پیغمبر علیه السلام علی شریعت برای ظاهر با آیین و نظام حق، من الامر از دین حق که قرآن و حدیث است. فتبعها، پیروی همی قرآن و حدیث بکو، پیروی از همی آیین و دین حق بکو. ولا تتبع اهواء الذین، تابعداری نکو از خواهشات او کسانی که لا یعلمون، نمیدانند. الله میفرماید بنی اسرائیل هم کتاب داده بودم برای هدایت و مردم هم امتیازات داده بودم، لیکن مردمش گرفت دین خود پرچه کرد، اختلافات در بینشان شروع کرد. پس او دینم قابل از این نمانده که مردم پیرویش بکنه، چرا که مردم دل طایفه جور میشه. او هم قابل اقتدا باقی نماند. بله این کسایی که دعوا داره که اهل مکه است یا کسانی هستند که لا یعلمون، هیچ چیز نمیدانه،
نه سند داره نه دلیل. آیینشان، نظامشان مبتنی به اساس دلیل نیست، پندارهاست، خیالهاست. از همون خاطر که این طایفه ها، این قوم ها، نظامشان، آیینشان، دینشان قابل از این نبود که انسان ده بر انسان راه حق نشان بده، در راه سعادت روان شود. از همون خاطر ثم جعلناک علی شریعت من الامر، تو را بازگردانیدم به یک دین واضح از دین حق. آلی دین تو بسیار واضح دین است، مبتنی به دلیل است، فتبعها. این اعلان نکنی. پیغمبر اعلان میکنه؟ کلا، در تو را میگم دیوال تو بشنو. امروز سرها از هر طرف بالا میشه. کسی در یهودیت دعوت میده، کسی در نصرانیت. خب کسی در اینجا دعوت میده به تنظیم پرستی، به سمت پرستی، به نجات پرستی، به قوم پرستی. دعوت داده رئیسته یعنی به مذهب پرستی. خب قرآن ما را میگه فتبعها، تابعداری اینمی شریعت بکو که به پیغمبر آمده. اینمی شریعت. ثم جعلناک علی شریعت من الامر. شریعت در اونجا مقرر است که الله بیان کرده. آلی از خود شریعت کشیده نمیتونیم که ما تابعداری از ایران میکنیم. فتبعها ولا تتبع اهواء الذین، تابعداری نکو از خواهشات او کسانی که تابعداری نکو از خواهشات او کسانی که لا یعلمون، نمیدانه. قرآن جدا میکنه. راه دو تاست، دو راه وجود داره بیادرها. یکی راه انبیاء علیهم السلام که راه وحی است، از جانب الله نظام آمده، پیغمبر او را تشریح کرده او او را خلاصه کرده، او را واضح کرده، او را بیان کرده، قانون کلیش جزئیات هم برش گذاشته او به شکل قانون برات پیش کرده. احادیث صحیح پیغمبر که تشریح قرآن کریم است، مدون در کتابای صحیح حدیث وجود داره. تو را میگه یک راه نمیسته. خو یک راه دیگر راهی کی است؟ بگه هوا پرستاست، نعوذ بالله، کسایی که علم نداره، سند نداره، جهال است. کدام را آدم باید بگیره؟ راهی که وحی است، راه انبیاء علیهم السلام، او را باید ما کم بگیری. قرآن برای ما میگه بدون راه انبیاء، بدون راه وحی، انسان در سعادت خود نمیرسه. اگر سقراط و افلاطون هم تلاش میکنه به عیسی علیه السلام تابع نمیشه، الله در چای هلاکت مندازشه. از فارابی گرفته تا هر کدامش که باشه، هر قدر نابغه باشه، بدون استمداد دین الله و علم آسمانی و وحی در کامیابی خود رسیده نمیتونه. قرآن امیره برای ما میگه. بلکه نظریات دیگر احوا میگه. امروز امی بدبختا دموکراسی ساخته و پرداخته اذهان و مفکوره غلطی امی چند تن در یک مملکت است. اینمی مملکت است. قرآن برات میگه تابع از وحی بکو، او ما پشت دموکراسی روان هستیم. او را کی وضع کرده؟ 20 نفر در فرانسه، 20 نفر در لندن، 20 نفر در امریکا. تو باز خود مسلمان میگی؟ او باز ایران میگی؟ چی میگن؟ احکام اسلامی باید یک کمی تغییر بخوره. دنیا تغییر خورده، باید یک احکام هم تغییر بخوره. نعوذ بالله. ایگه پارم میگه. خب ما را در کجا پیدا میتونیم؟ قرآن خب ما را اینطور میگه فتبعها، تابعداری نمی شریعت بکو که بالکل واضح است. واضح شریعت امور میگه، شرع میگه، ظاهره آنچه او قوانینی که بالکل واضح است. شریعت در لغت مطلقی راه، هر راهی که آسان مستقیم به مقصد باشه او را شریعت میگه. از همون خاطر کدام از نهر که کدام جای برای آب آوردن و راه را جور کرده باشه حکومت یا قوم، گذری آب که برش میگیم، اینی او را به نام چی یاد میکنه؟ شریعت رو یاد میکنه. چرا؟ واضح است که از اینجا آب گرفته میشه. قرآن کریم اشاره میکنه که وحی الله تبارک و تعالی، وحی آسمانی حیثیت دریا را داره. از اونجا آب گرفته برو از شریعت ظاهرش. در اصطلاح مجموعه قوانین الهی که با واسطه پیغمبر بالای قوم میاد، او را به نام شریعت یاد میکنه. مجموعه قوانین ما شریعت است. امیر باید ما کم بگیریم. انهم لا یغنوا عنک من الله شیئا. بله اگر این شریعت ترک بکنی و مردم با فشاری داره که بیا طرفی ما او تو بروی طرفی از او، مثل که امروز دعوت میده ما را غربیا بیا دامن دموکراسی را محکم بگیره. الله تبارک و تعالی بر ما بر سری بازار اعلان میکنه انهم لا یغنوا عنک، این مردم ها از تو دفع کردن نمیتونه. من الله از عذاب الله شأن چیزی را، اگر قحطی بیا دفع کردن نمیتونه، اگر مصیبت و حوادث میاد دفع کردن نمیتونه، برفای زیاد سرطان میاد که تمام تابستان هم بماره، دفع کردن میتونه این مردم؟ نمیتونه. قرآن برای ما میگه. خب ما میگیم که الا دموکراسی،
الله از یک جناب کلان خدا میگیره، رهبر خدا میگیره. در مورد امن ما بحث کردیم که امن توسط چی میآید. اسلام دین امن است یا نه؟ اسلام دین امن است که اسباب امن مهیا کرده. یکی از جمله اسباب امن این است که جنایاتی که خیلی خطیر است، بزرگ است، مهم است، که اجتماع را امنیتش از بین میبره، الله برش جزا مقرر کرده. اگر او قتل است، اگر او زنا است، اگر او دزدی است، اگر او شرابخوری است، اگر ایگه پاسته. او جناب از پیشان سوال کرد که چرا شما در پست حکومت هم قرار داری خو این جزاها عملی نمیشه؟ او گفت اگر جزاها عملی کنیم اونجا جناب غرب از پیش ما خفه میشه. که غرب خفه شد 6 میلیون نفوس افغانستان کلش در کامی چی میره؟ مرگ میره. 30 میلیون نه در اونجا 6 میلیون میگفت. اونجا سعی کنی مفکوری یک بزرگ رهبری ما کی رقم باشه که فکر میکنه اگر دامنی خود برداره غرب کلگی میره میموره، الله را رزاق نمیدانه. دیگه از دیگه چی گله بکنیم؟ امروز امو گپ است، امو عقیده است، امو مفکور است. ولی قرآن برای ما چی میگه؟ انهم لا یغنو، یقینا کفار اگر تو تابعداری اهوای از یارا بکنی، برنامه از یارا بپذیری، هرگز دفع کردن نمیتونه ان کس توی پیغمبر علیه السلام. در تو را میگم دیوال تو بشنو امتای آینده کی میه. ای امتی پیغمبر علیه السلام اگه این مردم شما را میگه بیایید در دامن ما خدا بندازیم ما شما را دفع کردن میتونیم مشکلاتتانه، لیکن لا یغنو هرگز دفع کردن نمیتونه ان کس تو من الله از عذاب الله شیئا، هیچ چیزی را دفع کرده نمیتونه. مشکل دفع کرده میتونه؟ چند مملکت دنیا جمع شده، مملکت های مترقی پیشرفته که اقتصاد خیلی قوی داره، خود تا آلی افغانستان امو رقم در حالت اولیش است یا که تغییر کرده؟ حالت اولی بلکه بد شده. کدام بیوی ما، کدام لنگی ما، کوری ما در کدام زندگی رسیده؟ کدامش؟ بله. شما خو میگه چرا کابل نمیبینی؟ سابق یک دانه خانه گلی پیدا نمیشد، آلیسایی که از دلار بالا کرده طلا نمیبینیش؟ چقدر پیشرفت و ترقی شده؟ من میگم بله بالکل شده. خوی چند ظالم است، چند مردمایی که حقوق مردم ما غصب کرده، مردمای دیگه بیچاره داده بیگان نان نمیخوره او یا سری طلا خو میکنه. این طور حال است. دنیای غرب خودش هم همینطور است. قرآن هم همینطور برای ما میگه و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یقینا ظالما بعضشان اولیاء بعض دوستای دیگر است. البته مراد از دوستی یعنی د تابعداری، نعوذ بالله، تابعداری کردن و د مشابهت اینمی که نتوزی و دشمنی با اسلام، یکی با دیگر دوست هستند. این تو نیست که یا بین خود محبت دارن، نه بین خود محبت ندارن، لیکن در مقابل دشمنا، در مقابل اسلام یک دشمنای از یا شمرده میشه یا کلشان از یک جاغ سر میکشه. قرآن برای ما میگه سر کشید یا نکشید. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، از روسیه گرفته تا امریکا را کلگی تا دین روز ما بین خود زدن بود، امروز کلگی یکی است. علی کی؟ اسلام. بس اسلام از بین بره. قرآن برای ما میگه یا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالما بعضی از یا اولیاء تابعدار هستند، یکی با دیگر تابعداری میکنه در او برنامه هایی که علیه اسلام است و همچنان مشابهت داره در چی؟ در شرک و کفر، نعوذ بالله، در بیدینی، الحاد، در ای که دشمنی مسلمان است. والله ولی المتقین. چقدر جمله زیباست، چقدر جمله که بالکل هم یأس و نومیدی مکمل از بین میبره، میشویه. او مسلمان ها شما اینطور فکر نکنید دنیا را کفر گرفته، یکی با دیگه اتحاد میکنه، یک جا میشه، ناتو جور میکنه، او شما مسلمان ها تنها باقی مانده. الله میگه به شرطی که شما تقوا را اختیار کنی، متقین باشه. متقین خو میفهمی که به تمام مامورات الله چنگ زده باشه و از منهیات خود نگاه کرده باشه، به کتاب الله و سنت رسول الله جمع شده باشه. الله ولی تان است، الله ولی المتقین. والله الله ولی است برای کی؟ دوست است برای متقین. اگر ما مامورات الله را بجا کردیم، منهیات چیز را اجتناب کردیم، الله قطع ما دوست است. باز همی کلی کفر زورشان به ما برابر شده نمیتونه. این در حالتی است که مسلمان ها سخت دوچار مشکل است، توان نداره، نه توان اقتصادی، نه اجتماعی، نه سیاسی،
هیچ نه افراد هیچ چیزم نداره، الله برش این میتور بشارت میده. امروز هم می بشارت وجود داره به شرط تقوا. تقوا کدام میگه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة. این می رقم تقوا اگر داشته باشیم بالکل نصرت و دوستی الله قطع است. هذا بصائر للناس، ای قرآن کریم، هذا ای قرآن کریم و ای شریعت بصائر للناس، بینایی هاست برای مردم، ذریعه بینایی است. خب قرآن تو نمیگه که ذریعه بینایی است. ذریعه بینایی است توسط بینایی همه چیز تفکیک کده میتونی، رای خوبه خرابه مستقیمه کجه بگوی حق باطله چیزای مضر مفیده کلشه. قرآن میگه این شریعت و این قرآن بصائر عین بینایی است، ذریعه بینانه عین بینایی است. قرآن همون طور است. واقعیت در پیش کسی که باشه بالکل در کدام مورد تو شک یا اشتباه داری که قرآن جواب نگوید، در کدام مورد تو سراسیم هستی که قرآن برات تشریح نکنه. گمگشته ها، پریشان حال ها، غمزده ها، کسایی که در فقر تکلیف مصیبت مبتلاست، قرآن پس که برات هدایت داره، بینایی و روشنی برات میده. کدام را اختیار کو، چی کو، چه قسم رفتار کو، تو کیستی، برای کدام هدف آمده ای، کدام طرف روان هستی، چی چیز به درد میخوره است، چی چیز خدا نگاه کو. قرآن برای ما بیان میکنه. خب الله میگه این یک بینایی هم نیست، بینایی هاست بصائر، خیلی بینایی هاست در ابعاد مختلف زندگیت، گوشه های مختلف زندگیت، هر چیزی که ضرورت داری قرآن برات هدایت داره، بالکل داره، واقعیت است. او این بینایی تنها برای مؤمن است؟ نه، للناس، به تمامی بشریت. اگر بشریت میخواه رای گمکده خدا باز بیابه، بدانه من چی اهمیت دارم، کی هستم، بالکل به قرآن رجوع کنه. قرآن به هر کس دلیل میده. تالی را دلایل پیش نکردیم. انسان کدام ارزش داره، کیست؟ کل مخلوق الله برای انسان بود. انسان چی کنه؟ زور کنه، ظلم کنه، با ما اتم جور کنه؟ چی ضرورت به جور کردن با ما اتم است؟ چی ضرورت به سلاح‌های هسته‌ای است؟ یا میگم ما امن میاریم، امن توسط سلاح‌های هسته‌ای میاد، اما که کل مملکت یک دم تباه بکنه؟ عجیب. نه بی نمیاد. خب بازم مردم ما درک نمیکنه. قرآن چی بیانات داره؟ و هدی و رحمت لقوم یوقنون، از برنامه هدایت است، مایه هدایت است و رحمت است. لقوم یوقنون، برای قومی که یقین داره. بله، رحمت و هدایت به هر کس نیست. رحمت و هدایت به جاهلا، کردلا، عنادیا، کسایی که نعوذ بالله رای ضد و عناد پیش گرفته، برای از هدایت از کجا شود؟ این برنامه هدایت است. قرآن کریم اشاره میکنه شریعت چیست؟ بینایی و روشنی بری تو میده. قرآن روشنی و بینایی بری تو میده. بعد از رای هدایت حاصل میشه که رای هدایت برات حاصل شد، رحمت الله سرت میاد، بالکل مایه رحمت است. رحمت چیست؟ زندگی خیلی درست و آرام در دنیا و اموتر زندگی خوشوقت در آخرت. بالکل قرآن همی زندگی را برات معرفی میکنه. رحمت لقوم یوقنون، رحمت است برای قومی که پشت یقین میگرده، خیال پرداز نیست، خوای آلوده را قصه نمیکنه، سری از دین خود چی بنا نمیکنه. کل ادیان پندارهاست. پندارها است یعنی نصرانیت آلوچیست، یهودیت آلوچیست، بت پرستی آلوچیست، کلش پندار است، خیال است. خود میگه عیسی علیه السلام میگه خدا قربانی گناه ما کرده. ما که هر قدر گناه ها میکنیم عیسی علیه السلام قربانی داده، خلاص. دعوت به سوی امن است یا به سوی جنجال و کشمکش؟ جنجال و کشمکش میگه گناه بیا از بخشیده شده، بیا دیگه که زوریت میرسه سری هر کس. نصرانیت امیر میگه نمیگه؟ امیر میگه شبیه نصرانیت مسلمانای ما مونه دعوت میده. ایلی اسقاط که کلی گپایت خلاص است. برو دیگه چیزی جنایاتی که میکنی ملاسه فقط امی قدر بکن که یک لگ افغانی رو اونجا ببر، قرآن اثرش بمان، خلاص دیگه. امروز همونطور دعوت هسته. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، یا گمان داره او کسانی که کسب میکنن سیئات، اعمال زشت نادرست، ان نجعلهم كالذين آمنوا، که ما بگردانیم یاره به مثل او کسانی که مؤمن هستند و عمل الصالحات و عمل درست انجام دادن، سواء برابر باشه محیام زندگیشان و مماتهم مرگشان.
کلا کلا ساء ما یحکمون، خیلی بد است آن چیزی که یا فیصله میکنه. فکر میکنه ما و مسلمان ها با هم یک رقم باشیم. نه، خط مسلمان ها و کافر، برنامه مسلمان ها و کافر، اعمال مسلمان ها و کافر، سرنوشت مسلمان ها و کافر کلک یک رقم باشه. کلا، هیچ کسی با بصیرت اردوره با هم یکی نمیپنداره و نمیشه. خط مومن تقواست، اعتماد به الله است، وجودش مکمل پر از خشیت الله است، قدم خدا خلاف نمیمانه، به احتیاط زندگی میکنه. الله قلبش مطمئن ساخته، بس آرام زندگی داره. قلب کافر، خط کافر بیبی تمام روز جنایات، بدبختی ها، استراب و پریشانی شامل حالش. همه یک دو طایفه با هم برابر است؟ کلا قطعا نه. مرگ و زندگیشان با هم برابر است؟ نه. مرگ مؤمن و چیست؟ مرگ کافر. زندگی مؤمن و زندگی کافر. زندگی مؤمن کدام زندگی است؟ زندگی خوشبخت، داخل چوکات، حساب شده، منظم، آن چیزی که مفید است جلب میکنه، که مضر است رد میکنه. زندگی کافر خلافی عزیز، برعکسی عزیز. از همون خاطر است امروز تنها به زرق و برق چند چیزی مادی شما فریب نخوری که والا کفار خیلی زندگی چی داره؟ مرفع داره. امیالی آنقدر پریشانی و بدحالی، آنقدر نعوذ بالله خفقان در زندگی غربیا دیده میشه، اروپایا دیده میشه که هیچ پرسان نکن. روزانه به صدها نفر خود انتحار میکنه، روزانه به صدها نفر خود انتحار میکنه، خودکشی میکنه. چرا؟ تنگ آمد از زندگی. به خاطری که در اونجا زندگی روحی وجود نداره، فقط زندگی مادی است. برخلاف زندگی مسلمانان با تمام مشقت ها و تکلیف ها و مصیبت ها، مومن باز خوشبخت است، مومن باز مطمئن است، آرام است، اضطراب پریشانی درایش پیش نیست. بله همینطور باشه، قطعا برابر نیست. زندگی مومنا به طاعت و عبادت الله تبارک و تعالی است، طاعت پیغمبری خدا میکنه. زندگی کفار خلافی از واست. یکی مرگ مومنا با بشارت و خوشخبری است، ملائک به استقبال میاد، هر کدام تلاش داره که روح مومن در کفی ما بیا. با مجرد برآمدن روح مومن از بدن، یک دم هوا و فضا معطر میشه. در دروازه های آسمان میگه چی روح بالا میاد که طور خوشبویی داره. لیکن روح کافر است ای کباس که چه حالت است از بدبوییش. اونجا ملائک میشناسه که کدام کس است. قرآن برای ما میگه زندگی مؤمن و کافر با هم فرق شوه. از یک طرف خو برای ما میگه که برابر نیست، خو ما تو را هم آگاه میسازه که ای مؤمن، اگر مؤمن هستی واقعا باید زندگی تو، عمل کردی تو، رفتار و کردار تو بالکل با کفار فرق داشته باش در تمام مسائل، در تمام گوشه های زندگیت. صداقت و راستی سری تو حاکم باشه، امانت داری سری تو حاکم باشه. تو باید دلسوز باشی، تو باید آن چیزی را بری خود میپسندی به دیگه بپسند. ولی امروز نعوذ بالله خلاف از این کارا روان است. امانت داری را، پابندی به وظیفه و مسئولیت، بگوی وفا به عهد. کافرها به دستی خود گرفتن، مسلمان ها عکسی ازش شده مکمل که هر جای میبینی. مومن از همون خاطر است که و مطمئن است تو پریشان هستی. چرا؟ که دین حقی تیلا کرده و او طرف حرکت کرده. نه، مومن باید اینطور باشه، مطمئن. و خلق الله السماوات، الله پیدا کرده آسمان ها را، و الارض زمین بالحق، برای ظاهر کردن حق. یک آسمان زمین ها مشتمل به دلایل حق است. آسمان و زمین هم واقعیت است. هر جایی که میبینی حق است، حق است.